Rahim Production. این همه رحیم نماز کنید زیاد تخت بیا بیرون سر بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله گوش کن دوستان این روز خطیت عروسچه شیناز شدیم اینه خدا خواهد زنگ میزنه پیشش میرم شوش با درسیت دارم انا دوستان خواهی میدونی که ما یان اولانونا به اگر نمیخریم دیداف که رفتی صورت پرات چابگی دافی دیگه ما را میبری خطی خواهی نه دوستان اوینای همدیگرم میبرم خواهی بینده شد تمام السلام علیکم و رحمت الله. ما تو گفتگیم که وعده مردکی هست السلام علیکم و رحمت الله. وعده چه خیلی گفته یک جوی میریم دیداف من را هم بینم صورت همه گیرو میبیم میریم ها انا هم خیلی کروچی دوستان السلام علیکم. ساز چه خیلی رحیم نازه اینجا خوبه. خوب شه این کاری که شما کردین میدونه که این کاری ها بوم ملا سرش کرد بیار همین نماز تخوندی رحیم جان کاری خطا کرد دوستان ما برای فایده شما میگم برای ضرر شما هیچ وقت گپ نمیزنم. بیا تمام چون که یک لحظه چون که این کاری که شما میکنید نسبت خواهر اپا یک شخص دیگر یک روز نه یک روز در عائله شما در نزدیکترین نفران شما همه کار رخ میدهد همه گپ ما در یاد شما میزند از کاری کردهتون پشیمان میشید. باره انجا راست میگی خیلی قطعا باره انجا که گیش نمونده من نماید درس میم گیش نمونده بیا خواند شدی نماز تخیرم این گپ ما با شما تاثیر نمیکنه بیا بیار انجا نمونده بیار خب تو من پای عبید میشم خدا شما را هدایت کنه. گرد نیست کراچی هم خیلی دوستان کراچی هم خیلی دوستان چی کاری میشه نمیشه من تیمی برم هیچ کنه که نفهم بچه چون میکنه اما باور نداری نه یو خیلی برادری برابری اینا هوا الو سوزی جان خوبه چی؟ میتونم بعد ای سرخ چی میشوه؟ توی میروم؟ جانی من چی کاره داشت باشو میپرتم اینا نیم ساعت پس میرم پیشت اینا نیم ساعت پس میرم اینا دوستان کراچی من رفتم خیلی که داف دیگه گپ بزنیم خونش نکنی صورتش هم بیارم ای درده هولم خواه که خیزه دوستم این رفتم رفتی؟ چی گفت خیلی؟ این شرایط های میخونه دارم میبینی تشکیلی گروم شتیم زده کار برا دیده نشتیر بعد خیان؟ دفعه هستی؟ بعد چی نبگری چی شیده که هیچی یکم صورت پرات گرفتی؟ سلفی کردم بچه اینا بین کراچی که جدا اینا چی خیلی دیونا آمده گرم بیشک زروندنگی بود دارم سلام بچه بیا رحیم بگی دوستان بیا تا بی پاتک جمع که بخوری چو کردی؟ چی شو؟ لعنت با تو بر این دوست و لعنت با من بر این اتاق چی شو؟ بابا تیرخی میخواستم با دیگر کسانم اون تیر گشت با خودم زد چی شو؟ برادر همان روز ما با گپی تو گوش نکرده چون که یک لحظه چون که این کاری که شما میکنید نسبت خواهر اپا یک شخص دیگر یک روز نه یک روز در عائله شما در نزدیکترین نفران شما همه کار رخ میدهد همه گپ ما در یاد شما میزند از کاری کردهتون پشیمان میشید. شما هر روز درباره عاشقی گپ میزدین عروس گپ میزدین
من نفهمیدم گپ شما را. شما گپ مرا گوش نکردید. شما چی را در نظر دارین؟ هوا دختره که گفت خواهری من است. چی؟